دوستی ترسانچک از دشمن بدتر است، چون که از دشمن می ترسی و همیشه احتیاطی و به دوست باشد تکیه و باور می کنی. سخن خوب حتی مرد خشمگین را خرسند می کند. شاید که مقصود و مقصد زندگی محبت باشد. بس است که در یک جا نشینیم و انتظار آن شویم که زندگی خود به خود خوب می شود. نه، باید برخیست و زندگی خود را خود ساخت. هر یک شخص باید خودش زندگی خود را بسازد، نه اینکه تحفه های زندگی را انتظار شود. بی محبت زندگی کردن آسان تر است، اما زندگی بی معنی می شود. هر یک شخص آرزو می کند تا که جهان را تغییر دهد، یک سهم خود را گذارد، اما هیچ کس نمی خواهد خود را تغییر دهد. تنها یک چیز است که شخص را موفق می سازد، این هم صبر است. از همه بسیارتر همان شخص سخن می راند که چیزی گفتن ندارد. برای به خوبی باور کردن اول باید خود خوبی کنی.